آشویتز بیرکنا بزرگترین مرکز کشتاری بود که نازی‌ها برپا نموده بودند. این اردوگاه سمبل هولوکاست و بدی و شرارت مطلق در دوران ما می باشد. آلبومی که شما تصاویر آن را تماشا خواهید نمود، آلبوم آشویتز نام دارد و تنها شهادت بصری موجود از روند قتل عامی می باشد که در اردوگاه مرگ آشویتز بیرکنا رخ داد. این آلبوم استثنایی و در جهان بی همتا می باشد. این آلبوم حدوداً شامل 200 تصویر است. این تصاویر ورود محموله حاوی صدها یهودی به ایستگاه قطار در اردوگاه مرگ آشویتز بیرکنا را تقریباً از تمامی زوایای ممکن مستند می سازند و نیز مراحل نامنویسی، انتخاب، ضبط اموال و تدارکات نابودسازی جسمی یهودیان را وهله به وهله به تصویر می کشانند. محموله‌ای که در آلبوم آشویتز مستند گردیده از کارپات روتنیا، منطقه‌ای واقع در چکسلواکی که در سال 1939 به مجارستان الحاق شده بود رسیده است. این محموله در ماه مه 1944 وارد ایستگاه قطار اردوگاه شده است. در این تصاویر مردان، زنان و کودکان در حین پایین آورده شدن از قطار شلوغ به چشم می‌خورند و ترس و اضطراب ناشی از سفر هولناکی که در واگن‌های قطار بر آنها گذشته را می‌توان به وضوح مشاهده کرد. اکثر قریب به اتفاق آنها آگاه نیستند که وارد کارخانه مرگ شدند و تنها معدودی از آنها جان سالم به در خواهند برد. الی ویزل، برنده جایزه صلح نوبل، ورود خود به آشویتز را در هنگام نوجوانی چنین توصیف نمود: هر 1 متر یک سرباز SS ایستاده و تفنگش را به طرف ما هدف گرفته بود. دست در دست یکدیگر به دنبال انبوه جمعیت پیش می رفتیم. مردان به چپ، زنان به راست. 6 کلمه‌ای که با بی‌تفاوتی مطلق بدون هیچ احساسی گفته می شدند. 6 کلمه‌ای ساده. برای لحظه‌ای کوتاه توانستم مادر و خواهرم را که به سمت راست می رفتند ببینم. آنها را در حالی که از من دور می گشتند و ناپدید می شدند دیدم و من به راه رفتن در کنار پدر ادامه دادم، همراه با دیگر مردان. نمی دانستم که در این مکان، در این لحظه برای همیشه از مادرم و خواهرم جدا می شوم. روند انتخاب توسط پزشکان SS و زندانبانان اردوگاه بدون وقفه و به صورت 24 ساعته و در 7 روز هفته انجام می گرفت. قطارها یکی پس از دیگری وارد می شدند و آنچه را که نازی‌ها به آن لقب محموله انسانی داده بودند تخلیه می کردند. اکثر یهودیان به محض رسیدن به سمت چپ به سوی مرگ فرستاده می شدند. سلول هایی که مختص درآوردن لباس های قربانیان بود گنجایش انبوه انسان ها را نداشت. به این خاطر یهودیان مجبور بودند بیرون از سلول ها به انتظار بایستند تا جایی برایشان خالی شود. غالباً یهودیان در جنگلی در پشت کوره های آدمسوزی به انتظار می ایستادند. کوره هایی که طی مدت کوتاهی در آنجا تبدیل به خاکستر می شدند. به آنها گفته می شد که در لابلای درختان بنشینند و منتظر دستور باشند. این آخرین لحظات آنها در کنار یکدیگر بود، پیش از آن که به زور به داخل سلول های گاز فشرده شده و به قتل برسند. میگویند که هرگز انسان‌هایی به ساده دلی آن قربانیان که در آستانه سلول‌های گاز ایستاده بودند وجود نداشتند. نظامیان SS دقت فراوانی به خرج می‌دادند تا آنهایی که در آستانه مرگ با گاز بودند هیچ اطلاعی از سرنوشتی که در انتظارشان است نداشته باشند. به آنها گفته می‌شد که پیش از ورود به اردوگاه باید حمام گرفته و ضد عفونی گردند. پس از مدت کوتاهی بر ایشان آشکار می شد که این به ظاهر حمام‌ها در واقع سلول‌های مسدود گاز می باشند. تعداد معدودی از زندانیان برای بیگاری توسط آلمان‌ها انتخاب می شدند. وسایل شخصی آنها ضبط می شد، موهایشان تراشیده و شماره‌ای بر روی دست چپشان خالکوبی می گردید. قسمتی از توصیفات پریمو لوی، نویسنده ایتالیایی بازمانده هولوکاست. اینک درک نمودیم که زبان انسانها قابلیت توصیف این تحقیر سوزناک و گم شدن خوی انسانی و بشری را ندارد. واقعیت
آنطور که وجود داشت به یک باره و در یک لحظه در جلوی چشمانمان مجسم گشت، همانند الهامی هولناک و وحی کننده. به پسترین نقطه افول کرده ایم. به زوال رسیده ایم. پستر از این ممکن نیست. چیزی برایمان باقی نمانده. لباسهایمان را بردند. کفشهایمان را هم همینطور. حتی موهایمان را برایمان نگذاشتند. اگر چیزی بگوییم به حرفهایمان گوش نخواهند کرد و اگر هم گوش کنند درک نخواهند کرد. اندک زمانی دیگر نامهایمان را نیز خواهند گرفت. اگر با این حال بخواهیم آنها را نگه بداریم، باید تمامی قوای خیش را متمرکز نماییم تا شاید ذره‌ای از ماهیت خیش را نجات دهیم. شاید اینک بتوان مفهوم دوگانه این نام اردوگاه نابودسازی را درک کرد. زندانیان یهودی مسئولیت جمع‌آوری و دسته‌بندی وسایل شخصی افرادی که به آشویتس فرستاده می‌شدند را بر عهده داشتند. آنها وادار می‌شدند چمدان‌ها را جمع‌آوری و وسایل را تقسیم بندی کنند. تمامی وسایل پس از دسته‌بندی به آلمان فرستاده می‌شد. هنگامی که جریان تقسیم بندی وسایل به اتمام رسیده بود، اکثر صاحبان آنها دیگر در قید حیات نبودند. در اسناد و مدارک اردوگاه هیچ گونه اثری از مردان، زنان و کودکانی که عنوان بیفایدگان به آنان اطلاق شده بود باقی نمانده است. این آلبوم تنها شاهدی از سرنوشت آنان می باشد. آلبوم آشویتس پس از پایان جنگ توسط لیلی یعقوب که خود نیز بازمانده هولوکاست می باشد پیدا شد. وی نیز به همراه این محموله که عکس‌های از آن گرفته شده به آنجا رسیده بود. لیلی این آلبوم را به ید وشم سپرد تا اطمینان پیدا کند که محتویات دردناک آن حفظ شده و پس از اینکه به آگاهی نسل‌های آینده رسید، یاد قربانیان جاودان بماند.